چه خبر انقدر به خودت مالیدی؟ جایی میخوای بری؟ عروسی دعوتی؟ نه عشقم، پیام عاشقانه که بهم دادی به دستم رسید، منم کلی ذوق کردم گفتم یکم برات به خودم برسم. چه پیام عاشقانه؟ چی میگی؟ چرا دیگه لوس؟ گل یاسم سفره رو بچین دارم میام. منظورم این بود سر خیابون گل یاسم سفره رو بچین بابا. چی میگی تو؟ کاش حداقل نمیگفتی منظورت چیه، چون یه لحظه فکر کردم مثل قدیمت شدی. کاش همون کسی که عاشق شدم میموندی. کاش همه اینا واقعی بود به جای اینکه اینجوری بزنی تو ذوق من. کاش میفهمیدی یه زن توی زندگیش تنها چیزی که میخواد یکم توجه و چند تا جمله قشنگه تا زندگی خودتو قشنگ‌تر کنه. روزا مفتاح ریته محتاج شوگارم نکن تیا تو هونه منه زهونه خون بارم